سلام دوستان، امروز میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری بازی کابوسای کوچولو، اصلش نه اونی که برای مخصوص موبایل ساختن و مستطیلی نیست و صافه. این منظورم چیه دیگه؟ آره، عکسش هم براتون گذاشتم. این نه، اون اصلیه که برای هم کنسول هستن برای پی سی. خلاصه همین دیگه، بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، شما اول میایین توی گوگل و سرچ میکنین اینا، دانلود بازی کابوسای کوچک برای اندروید اینا، و میاین پایین میرین اینجا توی سایت گیمی روید و اینجا میزنین متوجه شدم ادامه دانلود. حالا من لینک سایتش هم براتون اگه بتونم میذارم. میرین رفتن به باکس دانلود و یا میتونین خودتون هم از اینجا پایین اگه حوصله داشته باشین بزنین پایین بیارین و نسخه مود و خریداری شده رو بزنین و دانلودش کنین و حالشو ببرین. و اگه دانلود نشد دیگه به اون نسخه گوشی خودتون مربوطه که آره دیگه اینا بازی دانلود میشه و خودم من دانلودش کردم و بازیش هم کردم و همین دیگه. فعلا خدا حافظ.